سلام، اخبار امروز دوشنبه 16 می را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنیم. ماجرای خونین با شرکت مهاجران تاجیک در روسیه روز 16 می در نشست شورای مجلس نمایندگان بررسی شده است. در دفتر مطبوعات پارلمان به رادیو آزادی گفتند شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان خواست مناقشه عادلانه تحقیق شود و گناهکاران جزای سزاوار بگیرند. روز 14 می در آرامگاه خوانسکی در شهر مسکو چند گروه مهاجران از جمله مهاجران تاجیک با قفقازی‌ها زنازنی کردند که در نتیجه 3 ساکن شهر راغون کشته شد و 23 نفر دیگر زخم برداشتند. مقامات روسیه بعد تحقیق این قضیه شروع کردند. تا امروز 112 اشتراکچی این جنجال دستگیر و به بازداشتگاه انتقال یافتند. هنگام تفتیش ایزی انگشتان بازداشت شده ها معین شد که بعضی آنها در بایگانی با نام‌های دیگر ثبت شدند. 12 نفر حجت نداشتند و 15 نفر قانون مهاجرت را ویران کردند. با گفته مقامات انتظامی روسیه سبب مناقشه خونین بین مهاجران دعوا برای منطقه نفوذ و جای کار بوده است. کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با این جنجال پرونده جنایی باز کرد. 10 نفر از کارگرانی که به تعمیر نقب استقلال مشغولند شکایت دارند مزد کاری چند ماهشان را نگرفتند. جمشید سلاموف سردار گروه از کارگران روز 16 می به رادیو آزادی گفت 7 ماه برای تعمیر تونل کار کرده است ولی هنوز مزد کاری او و 20 کارمندش را ندادند. سببش که برای ما میگن که وزارت نقلیات برای ما پول دادگی نیست. ولی ما رفتیم وزارت نقلیات خط گرفتیم که حقیقتا وزارت نقلیات اون کاری که ما کردیم همه چی کاری کردیم کسی کار کرده است نکرده است این پرداخت این مکتوب دست ما هست که پرداخت کردگی وزارت نقلیات. شرکت ایرانی صابر این شهروندان تاجیکستان را کرو کرده است. میگوید بین شرکت و وزارت نقلیات تاجیکستان که فرمایشگر کارها در نقب استقلال است مسئله وجود دارد و به زودی مشکل کارمندان را حل میکنند. تونل یا نقب استقلال را شرکت صابر با سرمایه بیش از 30 میلیون دلاری ایران بنیاد کرد و سال 2007 مورد بهره برداری قرار داد. اما ریزش به استیاب در تونل امکان نداد در آن هواکش و چراغ نصب کنند و کارها در این زمینه هنوز هم ادامه دارند. گروه از جوانان تاجیک که در مؤسسه‌های بین المللی کار میکنند میخواهند با جمع آوردن پول یک مکتبی را چراغان کنند که نیروی برق ندارد. برای تامین مکتب گوزگیف در ناحیه وحدت تقریبا 16,000 دلار لازم است و جوانان میگویند برای جمع‌آوری مبلغ معرکه را با نام مکتب آفتابی شروع کردند. مقصد ما جمع کردن مبلغ و خریداری نمودن پانل های آفتابی می باشد، زیرا که این مکتب خیلی دوردست است و در اونجا برق نیست. مکتب گوزگیف در یک منطقه کوهستانی در 110 کیلومتری دوشنبه قرار دارد و تاکنون به آن خط نیروی برق نکشیدند. سازمان دهندگان معرکه گوزگیف رسمای کشیده محصلین مکتب را به فروش گذاشتند و پول آن را برای گذاشتن بطری‌های آفتابی در همین مکتب صرف می‌کنند. در شهر دوشنبه در دوی ملی که هر سال ماه می برگزار می شود به گفته مقامات 40,000 نفر شرکت کردند. ساکنان پایتخت در این روز دو را از محله چارباغ ناحیه ورزاب در کنار دوشنبه شروع کردند و تا نوروزگاه در مرکز شهر 10 کیلومتر را طی کردند. در این دو در روز 15 می کارمندان کارخانه و مؤسسه ها و به خصوص دانشجویان شرکتی فعال داشتند. به گفته برگزار کنندگان در روز دوی ملی غالبان معین نمی شوند چون دوی ملی فقط با هدف تشویق مردم به ورزش صورت می گیرد. ما باید اما وقت ورزش را در سطح بلند معرفی کنیم و در سطح بلند باید که ورزش را گذرانیم. ورزش این بایگری دولت است. اگر ورزش نباشد بایگری دولت وجود ندارد. دوی ملی با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان از سال 2007 در تمام شهر و ناحیه‌های کشور برگزار می شود. و در چین یک بز معیوب راهروی با 2 پای پیش را آموخته بسیاری ها را مات و مبهوت کرده است. بز ناقص ماه دکبر سال گذشته در یک فرمه ولایت یونان چین تولد شده و در روز اول زندگیش با 2 پای خیش راست ایستاده است. کشاورزان میگویند در گذشته مادر این بز 2 دفعه طفل سالم به دنیا آورده است.
بایتاران تخمین میکنند ضمن حامله‌داری مادر این بوزیچه شاید از شکمش لت خورده بعداً طفلی معیوب تولد کرده است. امروزها مردم زیادی به تماشای این بوزی غیر عادی می آیند. و اخبار و ویدیوهای دیگر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک و توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.